سلامتی چطوره؟ من مهدی دنجرم. امروز اومدیم با یه آموزش جدید. امروز میخوام 0 تا 100 فلش خورد کردن کنسول پلیستیشن 2 و نصب بازی رو توی یه ویدیو بهتون توضیح بدم. قرار نیست بهتون توضیح بدم که چطوری کنسولتون رو فلش خورد کنید، فقط راهاشو میخوام بهتون بگم، ولی آموزش نصب بازی ها رو کامل میخوام بهتون توی این ویدیو بگم. منتها قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. امروز قراره بگم بهتون که چطوری کنسولتون رو هم فلش خورد کنید هم بازی بریزید توش، همونطوری که اول ویدیو گفتم. ولی خب اول میپردازیم به اینکه از چه راهایی میشه کنسول پلیستیشن 2 رو فلش خورد کردش. خب دو راه هست: استفاده از آیسی اکسترنال که جدا نصب میشه روی برد پلیستیشن 2 و مطمئن ترین راه. یعنی چی؟ یعنی 100% جواب میگیرید ازش، چون من خودم از همین راه رفتم. آیسیش هم فکر کنم توی ایران یک قیمت حدود الان با هم قیمت یه لحظه ببینیم. من فیلتر شکن باید بزنم به خاطر همون یه مقدار سرعت پایینه. به بزرگی خودتون رو ببخشید. حدودا قیمت 178,000 تومن رو داره این روشی که من بهتون گفتم. و چطوریه؟ اگه خودتون از لحیم کاری رو برد و اینا که سر در میارید، راحته. یه دونه این برد رو خریداری میکنید، یه نقشه داره. از چند تا آیسی های پلیستیشن باید یه سری کابل بگیرید و یه تغذیه واسش بگیرید و این برد روی کنسول نصب میشه و وقتی کنسول روشن میکنید آیکون ماتریکس براتون میاد و میتونید فلشی که روش بازی نصب رو بزنید و بازی کنید. خب خوبی این چیه؟ خوبی اینه که حتی اگه مموری کارتاتون تو دستتون نباشه میتونید از کنسول فلش خورد شده‌تون لذت ببرید. خب تو راه دوم همینطور که میبینید یک فایلی رو باید روی مموری کارتتون نصب کنید که برای این باید یه دیسک جدا که فایل ULE هست رو روش نصب کنید و رو کنسول بالا بیارید و این فایل رو از فلشتون کپی کنید روی مموری کارتتون. خب این طریقه چیز کردن، این انگار اینی که داریم نرم افزار رو تغییر میدیم. اون نرم افزار رو تغییر نمیدادیم، صرفا داشتیم یه چیپی اد میکردیم که کنسول کلک بزنیم. آره CD داریم میزنیم، فلش نیستیم. خب بچه خوبی این روش اینه که هزینه زیادی نداره، هرچند آموزشاش داره توی اینترنت به صورت پولی فروخته میشه. خیلی هم گرون قیمت 300-400 هزار تومان فکر کنم الان دارن میفروشن این آموزش رو، در صورتی که اگه یوتیوبرهای خارجی رو ببینید به صورت فری داخل یوتیوب گذاشتن این آموزش رو. خب خوبی این قضیه اینه که گفتم بهتون. خب بعدی این قضیه نسبت به مودبو چیه؟ بچه ها مودبو تو هر حالتی پلیستیشنتون فلش خوره. یعنی تو هر حالتی، یا اگه مموریتون باشه نباشه، فلش داشته باشید نباشید، کنسول فلش خور دارید. خب توی این سیستم اینه اگر خدای نکرده اون مموری کارتتون بسوزه دیگه از کار میفته، صرفا دیگه کنسول فلش خور ندارید. باید یه عالم دوباره هزینه کنین یا اون مموری کارت تهیه کنین یا یکی این اون رو دوباره بسازید. خب یک خوبی که این روش نسبت به روش قبلی داره، چیپ مودبو، اینه که درسته یه مقدار الان هزینه بیشتری در میاد باز شما، ولی خب مثلا الان رو کنسول خودتون انداختید، مثلا رفیقتون هم کنسول پلیستیشن داره، شما مثلا میخواید برید مسافرت، فلشتون رو مموریشو میدید به اون، دیگه نیاز نیست کنسول رو بدید. خب
فلش مموری میدید، PS2 رو فرض کنیم خودش داره، خب اونم میتونه کنسولش رو فلش خور کنه و راحت بازی کنه و خب لذت ببره. خب از خوبی های این روش میشه به این گفت. ولی خب این روش نمیدونم چرا، من خودم تست کردم، بعد یک هفته که با مموری کارت کار نشه به کنسول وصل نشه میپره خود به خود. نمیدونم چرا، فواص مموری من اینطوری بود یا کلا اینطوریه. خب این یه بک گراندی بود در مورد فلش خور کردن کنسول. خب اول که حالا تو کروم هستیم بهتون میگم بازی ها رو بعد از کجا دانلود کنید. بازی ها رو بعد از سایت CD روم دانلود کنید، اسم کامل بازی رو سرچ میکنید و براتون میاره به همین راحتی که سرچ کردید براتون میاره، دانلود میکنید. چطوری حالا دانلودش؟ مثلا میایم اینجا میزنیم روی آیکون بازی شو دانلود لینک، اینجا بازی رو میتونید دانلود کنید. ورژن های مختلف رو میذاره براتون. ورژن 3 رو الان داریم بازی میکنیم. ورژن 1 و 3 نمیدونم چه فرقی دارم، ولی فکر کنم ورژن 1 یه مقدار رو کنسول قدیمی سازگارتر باشه. خب خلاصه که اینطوری اینجا بازی ها رو دانلود میکنید. به صورت کلی برای اینکه بتونید بازی رو بریزید شما به یه فلش احتیاج دارید. خب یه بازی بخواد ران بشه به یه فلش احتیاج دارید. فلشتون 8 گیگ به بالا باشه. من خودم 8 گیگ رو بهتون توصیه نمیکنم. چرا؟ چون یه سری بازی سنگین، یه دونه بازی سنگین نمیشه رو فلش ریخت. مثلا یه بازی مثل گاد آف وار 1 که حدود 8 گیگ حجمشه. خب بخش من از رفتم الان اومدم. برای اینکه بتونید اینو داشتم کجا مونده؟ فلش داشتیم در مورد فلش صحبت می‌کردیم. مثلا بازی مثل گاد آف وار 8 گیگ حجمشه. نه 8 گیگ دقیق نیست، ولی خب 7.93 گیگابایت حجمشه. در صورتی که این فلش 8 گیگ من همش 7 گیگ و مثلا نیم جا داره. خب با اینکه اسمش 8 گیگه ولی خب اینقدر جا داره. پس کلا توصیه میکنم سمت فلش 16 گیگ برید. و خب برند فلشی که خیلی خوب میتونه بازدهی داشته باشه فلش گلکسی بیته. من نمیدونم صحت این قضیه رو تایید نمیکنم که حالا روی این فلش بازدهی بهتری داره یا نه، ولی خب برید از بیرون بپرسید میگن فلش گلکسی بیت باشه بهتره. به خاطر همینم من این اطلاع رو بهتون دادم که اگه فلش گلکسی بیت بخرید مثل اینکه بهتر عمل میکنه. خب فرض کنیم الان فلش رو خریدیم، خلاصه وصل میکنیم به کنسول. بچه این فلش 8 گیگه برای تست، برای آموزشه. میایید روش میزنید، روش کلیک راست میکنید، روی فرمت میزنید. خب یه صفحه‌ای برای ما باز میشه. خب ما این کار نداریم، با روی این گزینه یه دونه کلیک میکنید، اینو میذارید روی FAT32. بچه‌ها روی چیز دیگه ای نذارید. کنسول پلی استیشن 2 فقط فرمت FAT32 رو میتونه بخونه. این رو هم روی دیفالت بذارید، هر چی که خودش صلاح دونست. و نیمش رو هم هر نیمی که خواستید میتونید بذارید. ولی خب حالا PS2 چون فلش برای PS2 باشه که عالی میشه. خب منتظر میشیم که فرمت انجام بشه. بچه فرمت انجام شد. بچه بگم اگرم فلش از قبل داشته باشید فرمت کنید همه چیش پاک میشه. همه چی فلشتون پاک میشه. خب الان ما یه فلش پاک شده داریم. قبل اینکه بازی رو بخوایم بریزیم توش، اگه کنسولتون با فری ام سی بود، با روش دومی که گفتم مموری میخواد رو نمیدونم، چون تا حالا همچین کنسولی به چشم نخورده که ببینم چه فایلای سیستمی داره. ولی خب یوتیوبرهای خارجی گذاشتن چه فایلای قطعا میخواد. ولی خب اگه ماتریکس دارید آیسی مود با 5 همون، باید این فایل سیستم رو، این فایلی که اینجاست رو بریزید. ولی خب بعضی کنسولا نمیدونم چرا خود به خود باید یه سری فایل ها رو بریزن. خب بعضی کنسولا نمیریزن مثل کنسول بنده.
خب شما باید همه اینا رو بریزید روی فلشتون. الان مثلا ما اینجا اینا رو کپی میکنیم، همه رو کپی میایم روی فلشمون، اینجا یه پیستشون میکنیم. خب الان کنسول ما هر فایلی که برای بوت شدن رو نیاز داره و برای اینکه بالا بیاد رو نیاز داره، هر فایلی که نیاز داره الان ما بهش دادیم. خب بعد میاید داخل اپلیکیشن یو اس بی. فکر کنید بازی رو ما دانلود کردیم، مثلا فشرده خارج کردیم ها بچه‌ها. بازی رو در حال فشرده خارج کنید. برنامه یو اس بی UTIL رو نصب میکنید. ورژن 2 بهتره. چرا؟ چون یه سری باگ هایی که این نرم افزار داره رو نداره. دو خیلی باگ داره خدا وکیلی. من خودم در اسرع وقت میخوام دوباره ورژن 2 رو بریزم. بچه‌ها برای ریختن بازی این گزینه بالا گوشه رو میزنید، قسمت گزینه سوم رو میزنید. خب اینجا وارد بخش اوریجن میشید. بخش اوریجن اونجایی که فایل دیویدی بازیتون هست. خب الان من بخش دیویدی فایل دیویدی بازیم تو پوشه پلی استیشن تو بخش دیویدیه. خب اینجا بازی هایی که دارم رو آورده. خب اما برای مثال گاد آف وار همونطور که میبینید نمیشه نصب کرد، چون من فلش هم الان کلش بذارید بگم ببخشید بچه، دستیون، این قسمت دستیون قسمتی که بازی باید نصب بشه براتون، فلشتون رو انتخاب کنید. اینجا همونطور که میبینید نوشته برای من تقریبا 7.6 گیگ جای خالی داره، در صورتی که گادافار تقریبا 7 گیگ و 900. پس من نمیتونم این بازی رو بریزم. خب بازی سن آندریاس رو میتونم بریزم، همینطور که میبینید 4 گیگ و 200. خب من میخوام مثلا 2 تا بازی رو بریزم. خب از بازی بالا به بازی پایین میکشم و میبینید بازی کلا 12 گیگ و 14 شد. بچه این برنامه بهتون نشون میده چقدر حالا قرار بازیتون حجم بگیره یا اینا. خب مثلا فرض کنید الان جی تی اس اندریاس رو می‌خوایم بریزیم. یه نکته کلیدی باز بچه‌ها، این اسم‌های دراز ممکنه موجب بشه فایل بازیتون کلا خراب بشه تو فلش و کنسول اصلا نتونه فایل رو بخونه. در این حد دقت کنید بچه‌ها، اسم بازی رو کوتاه بنویسید یا اینجا اسم بازی رو تغییر بدید. حتما مثلا یه ذره کوتاهش میکنیم ما اینجا، مثلا الان کوتاهش میکنیم. بعد رو گزینه کریر میزنید، شروع میکنه به نصب کردن بازی. بچه‌ها چون داره رو فلش میریزه و باید بازی ها رو بخش بندی کنه، شما این گزینه‌ای که من زدم نزنید، کریر رو بزنید، منتظر بشید که 2 تا خط هم پایینی هم بالای پر بشه. بعد اینکه پر شد بازیتون نصب میشه. خب یه زمین خیلی زمان برای این پروسه، فکر کنم با هر بازی مثلا گادافا رو 1 رو بلا 20 دقیقه بکشه بریزه، در این حد پروسه زمان بریه. خب الان ما میریم روی کنسول تست کنیم. خب بعد اینکه اینا ریختید یه همچین اتفاقی برای کنسولتون میفته. میبینید دیگه صفحه پلی استیشن 2 به شما نمایش داده نمیشه. خب بچه من فلش رو نزدم روی کنسول، حرام ریخت بچه. یه احساس من فلش رو بزنم به کنسول. این 4 تا دایره که دیدید نشانه اینه که فایل بوت تو وصل نبوده. اگه فایل بوت وصل باشه این 4 تا رو نشون نمیده بهتون، مستقیم وارد منو میشه. خب بچه ها این صفحه‌ای که میبینید قابل کاستومایزه، این فایل رو دانلود کنید. خب فایل های دیگه فایل های چرتیه. من خودم این فایل خیلی قدیمیه،
زمانی که داده بودم پلی‌استیشنم فلش خور کنن این فایل از اون موقع مونده. خب اینو دانلود کنید، با همه کنسول سازگاره. بعد یه همچین صفحه براتون باز میشه که خب بازیاتون رو میاره. اول بگم که یه سری تنظیمات میخواد ازتون. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما برای اولین بار این کار رو میکنید یه سری تنظیمات ازتون میخواد. توی دیسپلی ستینگ این ستینگ رو میذارید. اولی رو OPL باشه، دومی رو انگلیش باشه، سومی رو فست باشه. آن، آف، 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 اوتو، صفر، آف. روی این تنظیمات باشید. آدیو ستینگتون هم این دوتا رو آن کنید و بعد بیاید اینجا سیو چنج رو بزنید. تنظیماتتون که سیو شد بیاید اینجا اون آدیو رو که گفتم باید روشن کنید و الا کنسولتون صدا نمیده از خودش. و اون بازی هم که نصب کردید رو تست کنید، چون بعضی وقتا نمیدونم به چه علت فایل خراب ریخته میشه رو فلش و اعصابتون خورد میشه. حتما بعد اینکه فایل رو ریختید تستش کنید یه موقع خراب نباشه. بچه من کنسولم صدا نداره به علت اینکه من کارت کپچر استفاده میکنم برای اینکه ویدیو بگیرم. به خاطر همون و کارت کپچرم به گوشیم وصل بشه و صداش از گوشی در بیاد. خب بچه امیدوارم که این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و یه کامنت انگلیسی بذارید. مرسی اینکه این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدارتون.